بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بار دیگر به همگان خواهران عزیز الله حفظتان کند که در درس ها اشتراک میکنید. در این همه زمان فتنه در حلقه های درس های تفسیر هم هستید، درس های عقیده هم هستید. امروز دوام میدهیم عقیده طحاوی رو. خطا نکنم حلقه 11 هم است. آره، امروزه صحبتمان درباره ایمان آوردن به دیدار پروردگار در روز قیامت است و این چنین صحبتی هست درباره معراج و حوض کوثر. مؤلف میگویند امام طحاوی ولا یصح الایمان برؤیت لاهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم او تأولها بفهم إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى ربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب تنزيها. میگن آنهایی که به تأویل و به وهم داخل شده هستند میگویند که اهل جنت پروردگار را نمی بینند. یعنی اینجا فریق معتزله هستند خواهران عزیز، گروه از گروه های اهل سنت، اما به تعویل و به گمراه های جدی دست دادگی هستند که اینها میگویند شما، یعنی فریق اهل سنت هم گفته نمی شود، می توانیم بگوییم گروه از گروه مسلمان ها، گروه از گروه مسلمان های هستند که میگویند شما در روز قیامت هم در جنت هم اهل جنت پروردگار رو نمی بینند و طرزی در این باره یعنی ندیدن پروردگار رو اینگونه جواب می دهند که شما وقتی پروردگار رو می بینید یک چیز رو می بینید، با چشم خود یک چیز رو می بینید. پروردگار که چیز نیست، پروردگار که چیز نیست و پروردگار رو که چیز است گفت به چیز مانند کرد و از دین خارج می شود. یعنی این گروه معتزله هم به خاطر اینکه پروردگار رو به یگان چیز تشبیه نکنند چی میگویند؟ میگویند که شما روز قیامت هم حتی پروردگار رو نمی بینید، حتی روز قیامت هم پروردگار رو نمی بینید و با همین چه خیل میکنن؟ اگر شما پروردگار رو دیدید یعنی شما یک چیز رو میبینید و یک چیز رو دیدن یا پروردگار رو به چیز نسبت دادن این گناه هست میگوین. در حالی که اینجا میگوین انسان با فهمش، یعنی پیشتر هم گفته بودیم در باب ربوبیت، در باب صفاتهای الله ما دیدن رو میدونیم، اما چگونه پروردگار چه خیل است این رو درک کرده نمیتوانیم. به این مسئله تو نباید به عقل خودت یا به فکر کردن و چه خیل باشد چه خیل میدیده باشم به این چیز نباید راه دهی. وگرنه در ما حدیث صحیح هست و حدیث صحیح یک تا هم نیست خواهران عزیز. حدیث در بخاری، مسلم و تمام کتاب های سنن است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن انکم ترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر. شما همانگونه که به یگان شک و شبهه روشن در ماه شب 14 رو وقتی که ماه کلا مدور است و پر نور است میبینید، همین گونه پروردگار رو هم میبینید، همین گونه پروردگار رو هم میبینید. در حدیث دیگر چگونه که آفتاب رو میبینید و خیلی روشن میبینید و یگان ابر بین شما و بین آفتاب نیست، پروردگارتون رو هم میبینید میگویند. یعنی وقتی پیامبر در حدیث صحیح گفتن که شما پروردگار رو میبینید، نباید یک مؤمن پروردگار رو چگونه میدیده باشیم، پروردگار چه خیلی باشد، پروردگار رو مثل یک انسان میدیده باشیم نعوذ بالله، یا مثلا با قنات ها میدیده باشیم، همین گونه با وهم ها دست زند. همین برای همین میگن وقتی که تو با تعویل یعنی معنا رو گفتی که نه، مثلا تعویل گفته در اینجا خواهران عزیز بعضی به معنای تعویل به معنای تفسیر هم می آید، بعضی وقت به معنای از معنا گریخته معنای دیگر دادن هم می آید. یعنی یک معنا رو مونده تماما به معنای دیگر رفتن هم می آید. و اینجا وقتی که خواهری که به نام عمر هستید الله هدایتتان کند یا درس خارج شوید یا مانند ما درس کنید. پس اینجا حاضر یک دقیقه خواهر من همی خواهر رو بیرون کنم. پس اینجا وقتی ما میگوییم پروردگار رو شما روز قیامت میبینید، بعضی ها میگن نه، اونجا دیدن با دل است. برای اینکه تو با چشم سرت وقتی دیدی یعنی یک چیزی رو میبینی و این الکه چی میشود؟
این الکه گویا که به چیز مانند کردی. اما آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم به شما گفتن که شما به چشم سر نمیبینید، به چشم دل میبینید؟ پیامبر به شما روشن گفتن که شما همون گونه که ماه شب 14 را میبینید پروردگارتون را هم میبینید. پس نباید در این مسئله چی گوییم نه اینجا دیدن به دیدن دل است، یا اینکه عموما اینجا پیامبر دیدن گفتن و اونجا به معنای احترام شدن مؤمنان هست یا نزدیکی به الله هست، گویان از گپ گریزیم یا معنا را به دیگر معنا دهیم. وگرنه آیت رو هم درس گذشته با هم گفته بودیم که چی وجوه یومئذ ناظره ربها ناظره، میگوید الله چهره های در آن روز خوشحال هستند، به سوی پروردگار خود نظر میکنند. و همین گونه امام طحاوی هم میگویند وقتی که شما از تشبیه کردن پروردگار به چیز و این گونه مثلا دیدن پروردگار و در بالا بودن پروردگار و بالای عرش بودن پروردگار و این گونه صفت ها را به الله ثابت دادید، ثابت دانستید، یقین کردید، ایمان آوردید و در این مسئله کفت و کاف نکردید، بدانید که شما از شبهه ها دور شدید و راه مسلمان ها همین است و راه مسلمان ها همین است. اما مثلا شما یک آیت را تفسیر میکنید، مثلا درباره جنت که جنت این طور است و این گونه است، درباره‌اش حدیث ها آمده است، تفسیر کردن یک آیت یگان مشکل ندارد. اما صفات های الله را چه خیلی که پیشتر گفتیم ژرفتر و چقورتر از پیش رفتن و بعدن چه خیلی باشد گویان یا کاملا از الله نفی کردن یا کاملا دیگر معنا داده تعویل کردن، این نه طریق پیامبر بود نه طریق اصحاب پیامبر بود. و در دوامش میگویند و من لم یتوقع النفی و التشبیه زل و لم یصب تنزیه. اینجا میگن هر کسی که قلبش رو از منفی کردن صفتهای الله و تشبیه کردن الله به مخلوقاتش پاک نساخت، در این وقت او دیگر ایمانش پاکیزه نیست، یعنی ایمان او شک و شبهه ها دارد، گمراه می شود، به گمراهی دست می زند. خواهران عزیز، اساساً در دل انسان دو بیماری هست، یکی بیماری شک و شبهه، یکی بیماری شهوت. یکی بیماری شک و شبهه، چی درباره الله باشد، چی درباره پیامبران باشد، چی درباره جنت و دوزخ باشد، یکی درباره شهوت ها. و انسان وقتی که به بیماری شهوت گرفتار می شود، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، میگوید پروردگار، یعنی ای زنهای پیامبر و عموما زنهای مسلمان، شما صدایتان را نرم و باریک و نازک نکنید که آنهایی که در قلبشان مرض هست یعنی شهوت هست یکی به شما میل نکنند، فکرهای بد نبرند. و در آیت دیگر میگوید فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، درباره کافران و درباره منافقان در قلبشان بیماری پلیدی شبهه هست و پروردگار شبهه آنها را زیاد کرده است. انسان هایی که مریضی شهوت دارند وقتی که به همان خواستشان میرسند آرام میشوند، اما آنهایی که در قلبشان شک و شبهه نسبت ذات الله هست، نسبت جنت و دوزخ هست، آنها رو میبینید که تماما یعنی تا اینکه پروردگار هدایتشان نکند حتی به ایمان هم از دنیا میروند. برای همین در این مسئله ها، یعنی در مسئله های امروز نمیدونم چی شد از این خواهرها به هم، خواهرها امروز چی شد، خواهرها که درس ها رو تماما ویران کرده ایستاده، چند نفرتان زینب بودن خارجشان کردم. وقتی که شما در قلبتون بیماری شبهه دارید، اینجا مشکلی در ایمانتون است که اساسا درباره اونهایی که در قلبشون شبهه دارد در قرآن پروردگار درباره منافقین گپ میزند. درباره کی گپ میزند؟ درباره منافقین گپ میزند که مذبذبین بین ذلک، یعنی نه با مسلمان ها هستند نه با کافران هستند، دم این طرف میروند دم این طرف میروند. اینجا هم امام طحاوی میگن شما باید قلبتان را از شبهه هایی که درباره نه این خیلی مثلا نگاه کنید، وقتی درباره دیدار پروردگار گپ میزنن یک بار شبهه به میافتن، چه خیلی ما میدیده باشیم اگر ما پروردگار رو ببینیم بعد از این چی میشده باشد، بعد از این بعدن رفته چی میشده باشد، همین گونه گپ ها فکرها آمدن میگیرد، چگونه میدیده باشیم پروردگار رو، شبهه بالای شبهه شدن میگیرد. برای همین مسلمان کی هست؟ مسلمان کسی هست که پروردگار رو با دلش میشناسد،
مسلمان با چشمش نه، چگونه که مسلمان مثلا مثال عادی ترین، ما پیامبر رو دیدگی نیستیم، نه من نه شما، اما پیامبر رو با صفاتهایش رو میشناسیم، یقین داریم، دوستش رو میداریم، همیشه در قلب ما هستند. محبت پروردگار بالاتر از محبت پیامبر است برای هر یک مؤمن. پس مؤمن برای شناخت پروردگارش به عقلش نیاز ندارد. مؤمن باید پروردگار رو با قلبش شناسد و لیس کمثله شیء. این چی است؟ این شناساندن پروردگار با بنده هایش هست که میگوید هیچ چیز در دنیا از آن چی که شما میبینید و میشناسید مثل پروردگار نیست. در دوامش میگوید و هو السمیع البصیر، و او شنوا و بینا هست. گمان نکنید که هیچ چیز وقتی به پروردگار مانند نیست. پروردگار نمیبیند، پروردگار نمیشنود، پروردگار دوست نمیدارد، پروردگار غضب، نه، این صفات ها برای الله ثابت است. برای همین چی میگویند وقتی شما نتوانستید دلتون را از شبهه ها پاک کنید، در این وقت شما در ایمانتون مشکلی هست. در این وقت شما در ایمانتون شک و شبهه هست که گمراه شدن شما و حتی بی ایمان از دنیا رفتن شما خیلی و خیلی آسان است. در دوامش میگویند فإن ربنا جل و علا موصوف بصفات الوحدانیه منعوت بنعوت الفردانیه لیس فی معناه احد من البریه. عیناً همان آیتی یا گفتیم سوره قل هو الله احد را با جمله ها به ما میفهمانند که قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. میگم پروردگار ما دارای صفات های یگانگی هست، یعنی صفات هایی که پروردگار دارد یگان کس آن صفات ها رو دارا نیست. مثلا بعضی صفات ها هست، پیشتر هم گفتیم یک انسان مهربان است، الله هم مهربان است، اما مهربانی الله از یک انسان خیلی فرق میکند، خیلی بالاتر است. یا میگیم الله زیباست، یک انسان رو هم میگیم زیباست، اما زیبایی الله خیلی فرق میکند. صفات هایی که الله دارا است آن صفات ها خاص به زیبنده خودش هست و هیچ کسی دارای آن صفات ها را نیست. لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. آخرش چی است؟ و هیچ کس برابر الله نه در ذاتش، نه در صفات هایش، نه در عمل هایش هست. و تعالی عن حدود والغایات والارکان والاعضاء والادوات لا تحویه الجهات ست کسائر مبتدعات. میگویند پروردگار تعالی هست، بالاتر از، پاک است از این که محدود باشد یا یک غایتی باشد. مثلا خواهران عزیز، شما یک نفر را اگر صفت کنید میگوید مقدارش همین قدر هست، از همین جا تا همان جا هست. مثلا درباره قد حضرت آدم طوله 60 ذراع آمدگی است، تقریبا چند است؟ 30 متر یا از آن زیادتر بود قد حضرت آدم. یعنی ما مقدار قدشان را میگوییم یا از اینجا تا اینجا میگوییم، لیکن پروردگار از اینها منزه است. یگان کس پروردگار را محدود کرده نمیتواند که بزرگی پروردگار مثلا مثل آفتاب است یا بزرگی پروردگار مثلا مقدار زمین و آسمان است. و پروردگار از اینها از همش بالاتر است، برتر است و از یگان اعضای، مثلا دست دارد الله، دست مثل دست انسان، یا اینکه پروردگار در طرفی همیشه شرق می ایستد و به غرب نمی گذرد، یا اینکه مثلا پروردگار فقط محتاج یک مکان است. این گپ ها همش از پروردگار چی هست؟ پروردگار از این گپ ها پاکیزه هست. در ما آیت قرآن کریم است که پروردگار بالای عرشش هست و عرش هم بالای تمام سماوات سبع یعنی آسمان ها هست. در آسمان یکم و دوم و سوم پروردگار است. این گپ تماما یعنی به عقل هم نمی گنجد، خلاف حدیث است. پروردگار بالای عرشش هست و عرش پروردگار در بالا هست. و وقتی میگن زمین کوره شکل است، مثلا ما در فضا هستیم، هر چی بالا هست اون بالا هست، ما به همین ایمان داریم. یعنی اینش رو هم با عقل محدود انسان کفت و کاف کرده نمیتواند. اما هرگز نمیتوانیم بگوییم که مثلا پروردگار در یک جا محتاج یک مکان است و همیشه در آنجا میماند. پروردگار چه خیلی که خودش میگوید و هو الغنی فرد الصمد، تنها هست، بی نیاز است، به یگان چیز نیاز ندارد، نه در یگان جهت نشستن و نه در یگان جا بودن و نه اینکه مثلا در مسئله مکان هم یا وقتی در بالای عرش پروردگار همین مسئله خیلی مسئله بین
از اول این مسئله اختلافی از خواهران عزیز فقط حاضر نیست، یعنی حتی بعضی از علمای اهل سنت و جماعت هستند مثل امام نووی و ابن حجر اسقلانی که در این مسئله ها میگویند نه شما فقط پروردگار رو در بالا میگویید و او یک جهت رو تخصص یا مکان رو به او خاص میگرداند که این درست نیست، از جهت تعویل میگویند، نه اینکه عموما آیات ها رو اینکار میکنند. وقتی که ما میگوییم مثلا پروردگار بالای عرشش هست، هرگز معنای آن رو ندارد که پروردگار به این نیاز دارد. چگونه که گفتیم وقتی پروردگار بنده هایش رو آفرید یا ملائکه رو آفرید، این معنایش این نیست که پروردگار به ملائکه و یا به بنده هایش نیاز دارد. پس در مسئله پروردگار، در مسئله ذات پروردگار، هرگز پروردگار رو محدود کرده نمی شود، یعنی از این مقدار تا این مقدارش هست یا این گونه دست دارد یا این گونه نعوذ بالله چهره دارد. گفته آره آیت ها هست، آیت هایی که پروردگار میگوید ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ای ابلیس تو رو چی من کرد که من آن چیزی که با دستانم خلق کردم بس او سجده نکنی؟ یعنی آدم را در نظر دارد که من آدم را با دستانم خلق کردم و تو به او چرا سجده نکردی. این وقتی ما دستان رو شنیدیم، یک باره پیشتر هم گفته بودیم که ایمان می آوریم که پروردگار دست دارد، اما چگونگی آن را و یکی گفته دستش مثل دست انسان است و پنجه رو باز کرده، نعوذ بالله این تشبیه می شود، انسان از دین خارج می شود، انسان از دین تماما خارج می شود. یا مثلا گفتید انگشت دارد، یا مثل انسان که ما مثلا در دستمون رگ و پیوند داریم و یکی اینها رو گفتید، انسان از دین خارج می شود. دستی که لایق ذات خودش هست و پیامبر صلی الله علیه و سلم در این مسئله خاموش بودند و ثابت دانستند به خاطر پروردگار که در حدیث ها هم هست. آره حدیثی که درباره روز قیامت گفته می شود، درباره اینکه آسمان ها در دست پروردگار است. ان شاء الله ما به اینها ایمان داریم و هرگز نه اینها رو تماما از پروردگار منفی میکنیم، نه به یگان کسی و یا چیز تشبیهش میکنیم. همین که در این باره شیطان به وسوسه شروع کرد که شما رو خر بگو چه خیل است، بگو چه خیل است، اینجا میگویم پروردگار از فکرهای ما بالا هست، پروردگار از فکرهای ما بالا هست و پروردگار میگوید ولم یکن له کفوا احد، و هرگز چیزی به او برابر نیست، چیزی به او مانند نیست. ما به این ایمان داریم و چگونگیش این کاری عقل ما نیست. و بعد از این میگذرند خواهران عزیز درباره معراج. امام طحاوی یک باره مسئله معراج را شروع میکنند. وقتی که درباره معراج گپ میزنیم، چرا مسئله معراج را در باب عقیده می آورند؟ یکم مسئله از کلمه این که پیامبر در شب معراج به بالا برآمدند و پروردگار در بالا بودن را میخواهند و ما اثبات کنند. دویمش این است که بعضی انسان‌های هم هستند که میگویند پیامبر گویا که در خوابشان به معراج رفته بودند و بیدار نبودند، که به این هم میخواهند رد زنند. میگویند والمعراج حق و قد اسری بالنبی و اورج بشخصه فی الیقظه الى السماء ثم الى حيث شاء الله من العلا و اکرمه الله بما شاء و اوحى الیه ما اوحى ما کذب الفؤاد ما رأى فصلى الله علیه فی الاخرة والاولى صلی الله علیه و سلم. میگویند و معراج حق است، یعنی این که حادثه معراج شده گذشته بود، این خبری حقانی هست، این حق است، یگان شبهه در آن است. در حقیقت پیامبر صلی الله علیه و سلم از خانهشان رفته بودند با براق به بیت المقدس، یعنی به فلسطین. بعد از این از آنجا برآمده بودند به بالا و در بیداری بود و با روح و با جسمشان بود و به بالا برآمدن. بعد از این پروردگار تا اندازه‌ای که خواست پیامبر رو به بالاتر دعوت کرد و پیامبر رو احترام کرد و این چنین به پیامبر در همان در بالای آسمان ها در شب معراج وحی کرد، با پیامبر صحبت کرد و هرگز پیامبر آن چیزی که با چشمان خود از جنت و از دوزخ و از پیامبران و از سدرة المنتهی و از بیت المعمور و اینها دیدن، یگان تا این را تکذیب نکردند و میگویند صلی الله علیه فی الاخرة والاولی. درباره معراج خواهران عزیز بعضی
سخنهای هست یا روایتی هست از حضرت عایشه و حضرت معاویه که پیامبر با روحشون برآمده بودن. معناش اینه که در خوابشون برآمدن، نه، بیدار بودن. فقط یک مدت پروردگار روح پیامبر را از جسمشون جدا کرد، چگونه که در مرگ از جسم جدا می شود و بالا برآورد و ماند. اما این سخنی حضرت عایشه و خیلی کمی صحابه ها هست. در عموم تقریبا تمام علما اتفاق هستند که پیامبر صلی الله علیه و سلم چیکار کردن؟ در شب معراج با جسمشون خانهشون را، جایشون را ترک کردن، چون الله میگه سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک از همان پروردگاری که در شب بنده اش را به بیت المقدس کشانید، سپس از آنجا بالا برد به آسمان ها، یا گفتیم به نزد پروردگار. پس وقتی بنده اش را میگوید، بنده اش را با جسم و با روحش هست. و درباره حادثه معراج که پیامبر صلی الله علیه و سلم، خواهران عزیز، وقتی که در یک سال هم همسر خود حضرت خدیجه را از دست میدهند، هم عموی مهربان خود ابو طالب را، یعنی دو نفره که گویا سرپناهشان بود، دو نفره که همیشه در نزدشان بودند، یکی با آبرویی که در بین مردم داشت، ابو طالب پیامبر را حمایت میکرد، دیگری همسر مهربانشان با تمام مالش پیامبر را دستگیری میکرد. در یک سال میمیرند و عذاب مشرکین بالای پیامبر زیادتر می شود برای تسلیت دادن و یا اینکه خاطر شکسته پیامبر را جبران کردن. پروردگار پیامبر را دعوت میکند به بالا، تا که پیامبر ببینند که فقط همین دنیا نیست، تا که پیامبر یقین کنند که این دنیا با همه این مصیبت هایش، با مرگ فرزند و با مرگ زن و با مرگ نزدیکانت و با اذیت کفار و با مشقت هایش خیلی زود گذرا هست. اونجا چیزهای دیگر انتظار است. ما را، مؤمنان را، نعمت های در نزد پروردگارش انتظار است که وقتی که آن نعمت ها را میبیند میگوید در این دنیا هر چی باشد به نزدیکی من دیگر ترک میکنم، میروم به نعمت ابدی. یعنی تا که پروردگار ببخشید، تا که پیامبر صلی الله علیه و سلم زوال دنیا رو ببینن، حقیری و چقدر کوچک بودن دنیا رو ببینن و نعمت های زیاد پروردگار رو ببینن و در آنجا با پیامبران وا بخورن، با اون همه پیامبرانی که یک به یک اگر مثل پیامبر نباشد هم مشقت های در وقتش کشیده بودن، پروردگار پیامبر را دعوت میکند به نزد خودش که میدونه در آسمان یکم میروند با حضرت آدم و میخورند، بعدن با حضرت یحیی و با حضرت عیسی و با حضرت یوسف و ادریس و موسی و ابراهیم و همه این پیامبران را میبینند. همه این پیامبران به محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر بودنشان، فرستاده الله بودنشان در آنجا اقرار میکنن. یعنی این یک معجزه پیامبر هم بود و چه خیلی گفتم یک تسلیت پروردگار بود به پیامبرش در آن همه سال غم و اندوهی که دیدن. و در همانجا پیامبر وقتی که در هر یک طبقه آسمان ها پیامبران دیگر را میبینند، بعد از این بالاتر میبرایند، در آنجا درخت سدرة المنتهی را میبینند، بیت المعمور را میبینند که فرشته ها چقدر 70,000 بود خطا نکنم میدرایند و دیگر نمیبرایند. با دیگر گروه در آمده، یکی فقط سجده میکنند، یکی فقط در رکوع هست، نماز میخوانند. بعد با پروردگار صحبت میکنند، یعنی با صدا با پروردگار صحبت میکنند، اما پروردگار را نمیبینند و دیدار پروردگار چه خیلی که در حدیث است. انشاءالله وقتی که مؤمنان به جنت میبرایند به این نعمت مشرف میشوند. و همین حادثه معراج یعنی بالا برآمدن پیامبر و صحبت پیامبر در بالا با پروردگار و این چونین از بالای 7 آسمان ها مثلا دیدن درخت و دیدن حضرت جبرائیل در صورتشان، اینها صدق نبوت پیامبر بود و باز چه بود؟ یک دلیل دیگری هست که پروردگار در بالاست.
دلیل دیگری هست که پروردگار در بالا هست و در بالا با پیامبرش واخورد یا گفتیم صحبت کرد، اگرچه با علمش و با تمامی نصرتش و قدرتش همیشه با ما هست، اما پروردگار ذاتش در بالا می باشد. و همینجا از حوال بزن می آید که مثلا چرا راست پیامبر را از خانه اشان به نزد پروردگار جبرائیل نبردند، نه اول آوردند با براق به فلسطین و بیت المقدس پروردگار نجات دهد خواهر و برادران فلسطینی که امروز میبینید در زیر مستملکه و استعمار یهود هستند. اول به اونجا میبرد، بعد از این میبرد بالا. اینجا میگویند برای اینکه پیامبر در راه قافله قریشی ها را میبینند، قافله قریشی ها را میبینند که از شام آمده ایستاده بود و این چونین پیامبر کاملا بیت المقدس یعنی چخل بودن مسجد الاقصی را به مشرکان آمده وصف میکنند. یعنی برای کاملا تصدیق کردن این که پیامبر به این سفری طولانی برآمدن، پروردگار با حکمتش باز اول کجا آورد؟ اول پیامبر را از مکه آورد به فلسطین، بعداً از آنجا برآورد نزد خودش که پیامبر در راه چیزهای دیدهشان را هم آمدند و دیگر نقل کرده بودند. اما چه خیلی گفتیم، اگرچه مثلا بعضی روایتی هست از عبدالله ابن عباس که گویا پیامبر پروردگار را دیده باشند، ولیکن تقریبا بقیه تمام علما اتفاق هستند که پروردگار فقط با پیامبرش صحبت کرد اما ندیده بودند، که انشالله در حدیث های بخاری در شرح حدیث که حدیث با کاملا با درازیش درباره شب معراج آمده صحبت میکنیم. امروز مقداری کمی حدیثی که یعنی حادثه معراج رابطه دارد به عقیده ما و به یک معجزه پیامبر که یگان پیامبران این گونه احترام نشده بودند که یکی برای دیگر پیامبران را ببینند، با پروردگار صحبت کنند و این چنین بزرگ بودن شأن نماز. خواهران عزیز که نماز در شب معراج فرض شده است 5 وقته، یعنی نماز از عبادت های هست که در شب معراج پروردگار بدون جبرائیل یا بدون آمدن وحی در صحبت مباشر که به پیامبر فرض کرده بود. و میگذاریم به مصرع آخران: والحوض الذي اکرمه الله تعالی به غیاثا لامته حق. و میگویند به حوضی که پروردگار به واسطه آن حوض پیامبرش را احترام کرد و آن حوض الذي اکرمه الله تعالی به غیاثا لامته، تا که آن چی باشد سیراب یا سرشار باشد برای امتانش حق است. یعنی درباره حوض کوثر گپ می رود. درباره حوض کوثر هم این اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر تقریبا همه می دانید و حدیث ها دربارهش در صحیح بخاری هم خوانده بودیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من شمایان را در نزد حوضم انتظار می شوم، یکی بعضی شما را می بینم که خودم می شناسمشان و یک باره از نظرم گم می شوید و من میگم آنها امتان من بودند، کجا شدند که به من میگویند تو نمیدانی بعد از مرگ تو اینها چی کار کرده بودند، تو نمیدانی بعد از مرگ تو اینها چی کار کرده بودند. بعضی از علما خواهران عزیز میگویند انسان حوض پیش از پل صراط است و پیش از میزان است. یعنی وقتی همه از قبر بیدار می شوند و خیلی تشنه هستند و در دو و دو هستند، پیامبر الکی در نزد حوضشان هستند و مؤمنان می توانند به نزد پیامبر بروند. یعنی حتی از پل صراط هم حوض پیشتر می ایستد میگویند، بعضی دیگر نه، حوض در بعد از پل صراط می ایستد میگویند. و یکی از بعضی از گروه های هم هستند که حوض را تماما انکار کردگی هستند، یعنی چخیل در روز قیامت در اون همه میدان محشر در کجای اون حوض می شده است. یعنی باز هم به کجا می روند؟ با عقل خود را کار فرمودن و با عقل خود پیدا کردن، در حالی که ما گفتیم نه تو عذاب قبر را، نه حیات قبر را، نه تو حیات برزخ را یعنی زندگی بعد از مرگ تا روز قیامت را، نه
میزان یا گفتیم ترازو و با پل صراط گذشتن و اینها رو با عقلت درک کردن نمیتوانی. انسان تو خیلی عقلت محدود است، در این باره نباید گفتگو کنی. مؤمن میگه سمعنا و اطعنا، ما شنیدیم، ما پروردگار رو اطاعت کردیم. و الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، میگوید پروردگار به غیب ایمان دارند. مؤمنان چیزهایی که حتی درک کردن نمیتوانند به آن ایمان دارند و باور دارند. یعنی گروه در همان زمان بودند که حتی حوض کوثر رو چی میکردن؟ انکار میکردن، یا پل صراط رو انکار میکردن که چه خیلی میشد است و چه خیلی میگذشته است. که اینجا هم یکی از شاخه های عقیده ایمان آوردن به حوض کوثر است و پروردگار ما را ببخشید و پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را در آنجا انتظار می شوند. و چه خیلی که در حدیث بخاری است، حتی مؤمنانی که در زمان پیامبر بودند، بعضیشان که پروردگار خودش آگاه است از ایمان همه، یعنی بعضی انسان ها حتی نمی توانند به نزد پیامبر به نزد کوثر بروند. در این باره حدیث آمدگی است و پیامبر میگن در حدیثی که از این طرفش تا به طرفش رسیدن تو یک ماه راه را طی میکنی. یعنی یک ماه راه چقدر دراز است، از این طرف حوض تا اون طرفش این گونه هست و آبش صاف است و کسی از آن نوشید هرگز دیگر تشنه نمی شود و خاکش از مسک است و سنگهایش از زمرد و از مروارید است و در اطرافش جامهای هست. بکل هم میگن با زبان روسی، که میگن جامها عددش از ستاره های آسمان زیادتر است. و پیامبر میگن من شما را آنجا انتظارم، من در نزد حوضم شما را روز قیامت انتظارم که به اطراف من جمع میشوید. پروردگار نصیبمون کند که یکایک ما و شما هم در کنار حوض کوثر همراه حبیب مصطفی صلی الله علیه و سلم باشید. درس دیگر خواهران عزیز درباره شفاعت هست، درباره اینکه کیها میتوانند شفاعت کنند و پیامبر کیها را شفاعت میکنند و آیا مومن یک نفر را شفاعت کرده میتواند، که الله نصیب کرده باشد. یکی از موضوعهای مهم دیگری عقیده هست. همراهتون صحت و سلامت باشیم. هفته دیگر دوام میدهیم.